سلام و درود به دوستان خوب یوتیوب من. امیدوارم حالتون عالی باشه. آی فیلم مرد مواظب باش. و اینکه امروز تو این ویدیو میخوام بهتون بگم که چجوری باید گیاه مناسب خونتون انتخاب بکنید، چه مقیاسایی رو باید در نظر بگیرید. خیلی ویدیو جذابیه. لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. بریم ادامه ویدیو رو با هم دیگه ببینیم. خب ببینید دوستان، من خیلی شنیدم که خیلیاتون میگید که ما دستمون به گیاه نمیره یا ما هر گیاهی رو میگیریم خراب میکنیم. این که اصلا حرف درستی نیستش. فقط شاید شرایط اون گیاه با شرایط خونه شما جور نبوده. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی میخواید برید گیاه رو خرید بکنید باید اول ببینید که نور خونتون به چه صورته، کجای خونه میخواید گیاهتون رو قرار بدید، رطوبت و دماتون به چه صورته و اون گیاهی که میخواید خریداری بکنید آیا به درد خونه شما میخوره، گیاه پرنوریه یا توی نور کم مقاومه. همه اینا عاملی میشه برای اینکه گیاهتون سالم بمونه. و مورد بعدی اینه که شما وقتی میرید مغازه‌دار گیاهتون رو خرید میکنید شرایط نگهداری اون گیاه رو بپرسید. کی به کی باید بهش آب بدید، آیا رطوبت چقدر نیاز داره، دماش باید چجوری باشه، گردش هوا باید به چه صورت باشه. همه اینا تاثیر داره به خاطر اینکه گیاه داخل خونه شما سالم بمونه. حالا چند تا الان براتون مثال میزنم تا کامل متوجه بشید. خب قبل اینکه برید گیاه رو خریداری بکنید دوستان، قسمت نور خونتون رو به 3 بخش تقسیم بکنید. چجوری؟ اگر پشت پنجره خواستید گیاه بذارید که پنجره‌تون ترجیحاً جنوبی بود، یعنی شما یه نور خوب داری برای اون قسمت و گیاه پرنور رو میتونی اونجا بذاری. یه مقدار دور و اطراف خونتون و دور و اطراف واحدتون که یه مقداری باز نور میخوره ولی کمتر از اون پشت پنجره‌تون میشه قسمت نور متوسط خونتون. جایی هم که کلا نور نمیخوره میشه قسمت سایه. پس وقتی میرید گیاه خریداری بکنید اولین چیزی که میپرسید اینه که این گیاه به چه مقدار نور نیاز داره. ببینید دوستان، تمام گیاها احتیاج به نور دارن. حتی اونایی هم که میگن این گیاه به عنوان مثال سایه دوسته، مثل زاموفیلیا و سانسفریا، همه میگن این گیاه سایه دوسته. درسته سایه دوسته، ولی اینکه تو نور کم مقاومه، نه اینکه نور کم براش خوبه. این تا اینجا. پس وقتی رفتید گیاهتون رو بخرید بپرسید که نور این گیاه به چه صورته. بذارید تو اون قسمت هایی که مناسب اون گیاهه. به عنوان مثال بابا آدم، لیراتا، فیکوس، اینا گیاهای پرنورن، یعنی حتما باید پشت پنجره قرار بگیرن. گیاهایی مثل سانسفریا، زاموفیلیا و فیلودندرونا، این گیاها توی نور متوسط و قسمت سایه هم موندگاری دارن. همه شرایط رو بپرسید که موقع خدای نکره گیاهی که میرید کلی براش هزینه میکنید میارید خونه از بین نره و خراب نشه. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه و اینکه متوجه شده باشید که این به بعد چطوری بهتره که گیاه انتخاب بکنید. مخصوصا خودش تو این وضعیت که قیمت گیاه خیلی بالاه. میدونم که با سختی خیلی خرید میکنن و از اون علاقه‌ای که دارن یا به عنوان هدیه میخوام بدن. در صورت نگهداریشو بدونید و بدونید که برای خونتون مناسبه یا نه. خیلی راحت میتونید گیاه خرید بکنید و گیاه هم اصولا اکثر گیاه ها عمری ندارن. شما همیشه میتونید سالیان سال گیاه رو نگهداری بکنید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. I love you همگی. فیلم بردار رفت دیوار. خوب